سلام بچه ها، وقتتون بخیر. دوباره براتون یه فیلم آماده کردم از مبارزات به قول معروف مبارزه زنان، یعنی 50 تا ناکوت فوق العاده که داریم میبینیم خودتون شروعشو و من هم همراهتون میکنم. شماره 4 رو میبینین. عجب مبارزه فوق العاده هستن، ببینین لذتشو ببرین. واقعا شماره 5 رو میدین، فوق العاده بود، با ضربه فوق العاده ای رو زد. شماره 6 چه ضربات سریع میزنه، واقعا عالیه، فوق العاده است. هر چقدر کمتر حرف بزنم شما لذت بیشتری خواهید برد از ویدیو، ولی خب من هم همراهی میکنم. شماره 8 رو میبینین. واو، ضربات سریع، تمام ضرباتی که واسه ناکوت میشه ضربات فوق العاده قوی و سریع هستن. تا یعنی 50 تا برتر رو که نگاه میکنین کامل خودتون متوجه میشین که تمام ضربات ناکوت ضربات فوق العاده سریع هستن. شماره 10 دیدین چقدر فوق العاده بود ضربش، یعنی یه ضربه با تمام سرعت و دقت و قدرت فوق العاده بود. شماره 11 بله، واو، چند تا ضربه زد، خوب دووم آورد و اینجا با زانو فوق العاده بود. نگاه کنین، واقعا عالی بود. ببینین اینجا ناکوت اعلام میکنه، فهمید که دیگه نمیتونه ادامه بده. شماره 15 و بله، نگاه کنین، فوق العاده بود ضربش، واقعا فوق العاده است. خیلی مبارزات همیشه از مبارزه های آقایون این دفعه گفتم متفاوت بشه، ببینین و لذت ببرین. برترین های مبارزات و ناکوت هستن، براتون انتخاب کردیم. خواهش میکنم حمایت کنین تا بتونیم ویدیوهای بهتری براتون بذاریم. نظراتتون هم اعلام کنید لطفا، ممنون میشم ازتون. عالی، نمیذاره اصلا. شماره 21 نمی ناکوت فوق العاده دیگه، همشون قشنگ. اینا هم شماره 22 جب ضربه ای زد بابا. شماره 23 اینقدر سریع این اتفاق نمیشه بهش رسید و گزارشش کرد واقعا. 25 افتاد رو زمین و بله، جاور جلوشون میگیره، جاور جلوشون میگیره. واقعا لحظه ای هستش که هر اتفاقی ممکنه بیفته. واو، بله یه لقد شما 28 همون لقد صورتش گوشش خوابید که همون نکابت شد. اینم
اتفاقی افتاد چطور ناکوت شد که اصلا خودم متوجه نشدم. اگه متوجه شدین تو کامنت خودتون بگین کدوم زیباتر بود، کدوم ناکوت بیشتر خوشتون اومد. به نظرتون برترین توی همین 50 تا کدوم بودن؟ حتما بگه نظرتون توی این 50 تا ناکوت برترینش کدوم بودن. حتما نظرتون رو اعلام کنین چون نظرتون واقعا محترم و بهمون انگیزه میده. خودم کامل ویدیو رو ندیدم، با شما دارم میبینم و همراهی میکنم. لذتش اینه که کنار شما دوستان باشه. سی و پنجم، این 36. بله بله ضرباتی میزنه. واو، این ضربش صورتش باعثش ناکوتش شد. بله واو، شما نگاه کنید لحظه 37 رو. بله اصلا ناکوتش شد. در جواب ناکوتش که شماره 37 شماره 38 یکی. بله دستشو بالا، مشت دیگه تو صورت، یه دونه دیگه. بله 39می 40می هستش، شماره 40. بله کنید ضربه ای که سرعت ما باعث صورتش ناکوتش شد. بله واقعا فیلم های فوق العاده ای هستن، لذتش رو ببرین. خیلی هم عالی. شماره 43، شماره 44. با زانو میزنه تو صورت حریفش، پشت سر همون نداد. شماره 45 جا هم که میبینید تمام ناکوت و صورت کاملا سریع اتفاق میافته، یعنی سریع ترین شکل ممکن که ضربه ای که صورت حریفش رو میزنه اون رو ناکوت میکنه. فوق العاده. شماره 47 48 اینا یه مشت اساسا دست راست تو صورت حریفش میزنه که واسه ناکوتش میشه. 49. واو تموم. و آخرین ویدیو. ممنون که تا آخر ویدیو هم همراهمون بودین. دوستتون دارم همگیتون رو.